وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه وتعالى في مدح حبيبه ونبيه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. سروران عزیز، حضار ارزشمند، برادران بزرگوار و گرامی و خواهران محترمی که این صدا را میشنوند، جلسه بسیار مبارکی امشب ما داریم. مناسبت‌های بسیار زیبایی هست. از یک طرف شب جمعه هست، شبی مبارک که چه زیبا هست انسان در شب جمعه مشغول با یاد حق باشد، یاد الله باشد و درود بر سید اولین و آخرین حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بفرستد. درودی بخوانید. که الحمدلله از ساعت هاست این سلسله ادامه دارد و شما صحبت‌های علمای عزیز، علمای ربانی که قبلا بنده نبودم، صحبت‌های مولانا عبدالهادی و مولانا شبیر احمد رسیدم، شنیدید. صحبت‌های بسیار زیبا در زمینه تقوا، خدا ترسی، پیام رب العالمین به بندگانش در قالب خطاب یا ایها الذین آمنو. بالاخره این صحبت‌ها و این سرودهای زیبایی که در مدح امام الانبیا، سید اولاد آدم، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم اینجا خوانده شد و قلب انسان را زنده می کند و ذهن را به مدینه طیبه می برد. و بقیه برنامه ها اینجا عزیزان، واقعا این ساعات شما بهترین ساعات هست. این اوقات شما از این نشستن ها خسته نشید، از این نوع جلسات خسته نشید. ما منافع اینها را و فواید اینها را زمانی میبینیم که چشم ببندیم و چشم از این دنیا ببندیم و وارد دنیای جدید بشیم. چون اینجا ایمان بالغیب هست، چیزهایی که ما به اونها ایمان داریم غایبند، مخفیند، نمیبینیم. اما وقتی که چشم برمیداریم، چشم میبندیم و یه جای دیگه چشم باز میکنیم، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. اونجا چشمهای ما تیزبین میشه، اونجا حقایق را میبینیم، اونجا یه دنیای دیگری را میبینیم، اونجا میدونیم که ارزش این ساعات چقدر هست، ارزش این نشستنها و این خستگیها و این خواب آلودگیها
چه اندازه هست. لذا جلسه بسیار مبارکی هست به این مناسبت. و از طرف دیگر سبحان الله مناسبت جلسه من و شما این جلسه که بر اساس منافع مادی، منافع سیاسی، منافع حکومتی، منافع صنفی، منافع تجاری، از این مسائل اینجا خبری نیست. قرار نیست از بین ما یکی به مجلس بره یا کاندید شورای شهر بشه. و همچنین جلسه قومی، جلسه فامیلی که بعضی از اونها به منظور صله رحمی هستن، اونها هم خیر هستن، ولی این از این جلسات نیست. جلسه ای هست که برای گرامی داشته حفظ کلام الله مجید توسط تعدادی از فرزندانمون، فرزندان پسر و دختر، و همچنین پایان قرائت یا دوره تجوید و قرائت تعدادی از فرزندانمون، فرزندان پسر و دختر، و همچنین تعدادی از فاضله های محترم که مدارج علمی را و اون نصاب تعلیمی و برنامه درسی را به پایان رساندن، امشب از اونها تقدیر میشه. در واقع بگیم تقدیر از مقام و جایگاه بلند علم هست، تقدیر از کلام زیبای رب العالمین است. این نسبت، این مناسبت این جلسه ما را عزیزان ارزشمند میکنه. لذا واقعا جلسه مبارکی هست. و شما عزیزان به چه نیتی آمدید؟ قطعا نیت شما اینه که اولا الله راضی بشه، دوما این فرزندان تشویق بشند که اینها بالاخره علم خواندند، اینها درس قرآن خواندند، درس دین خواندند، درس ایمان خواندند. که در لابلای صحبت‌های علما متوجه شدید که این مباحث دین و ایمان و قرآن و تقوا و خدا ترسی، اینا چقدر ارزش داره از دنیا و آنچه که در دنیا هست. الله میفرماید، رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما میرساند که اینها ارزششون بالاتره. لذا این همه مناسبت ها این جلسه را جلسه ویژه‌ای قرار داده. الله عزوجل حضور من و شما را اولا در جهت رضای خودش بگرداند و ثانیا از ما قبول بگرداند و خداوند ما را مأجور بگرداند و سوما رب سبحانه و تعالی با این نوع جلسات در زندگی ما تحول بیاورد. عزیزان، یکی از اهداف این جلسات که این علما برگزار میکنند و این همه زحمت کشیده میشه، این جلسات نام دیگرشون جلسات اصلاحی است، در وجود ما اصلاح بیاید. اگر من از اینجا رفتم و توجهم الی الله بیشتر شد، تقوام بیشتر شد، درود خواندنم بیشتر شد، تلاوتم بیشتر شد، توجهم به دین بیشتر شد، توجهم به مسائل تعلیم و مدارس و توصیه هایی که اینجا میشه بیشتر شد، قطعا من بهره خوبی از این جلسه گرفتم. و اگر نشد انشاءالله اجر هم میرسه. ولی نیت بکنید. انسان با هر نیتی که بیا، یه سالی حضرت مولانا ابراهیم دامنی الله تعالی رحمتش بکنه، ایشون فرمود به مقتدی های مسجد فرمود شما روزانه 5 بار به این مسجد میایید. من به مقتدی های این مسجد میگم روزانه 5 بار به این مسجد میایید. شما میدونید چند تا ستون هستن؟ چشم ببندید بپرسم از شما، نمیدونید. اگر بپرسم چند تا پنجره این مسجد داره، نمیدونید. اگر بگم که چند تا لامپ داره، نمیدونید. چرا؟ چون به این نیت نیامدید. شما به نیت عبادت آمدید، به نیت نماز آمدید. انسان هر نیتی بیاد حاصلش میکنه. اما یک کسی که اینجا پنجره ها رو شیشه کرده، یک بار آمده، من میپرسم مسجد قبا چند تا پنجره داره، میگه که چند تا هستن. هر کسی با هر نیتی بیاد او را حاصل میکند. لذا عزیزان، به نیت علاوه از اینکه تشویق فرزندان ما بشه، این علاوه از اینکه ربمون راضی بشه، نیت این باشه که در زندگی ما اصلاح بیاد، در زندگی ما تحول بیاد. از هر مجلس دینی باید یک چیزی ببریم و یک چیزی با خودمون برداریم. الله تعالی در این راستا همه من و شما را موفق بگرداند.
و همچنین بنده لازم میدانه که در ابتدا تشکر بکنم از عزیزانی که اینجا زحمت میکشند، علماء دلسوز مخلص که در رأسشون جناب مولانا محمود حفظه الله هستند و مجموعه همکاران مخلص و زحمت کششون، چه در بخش برادران چه در بخش خواهران، که این مدرسه واقعا یکی از مدارس خوشنام هست. شاید شما عزیزان نمیدونید، خبر ندارید، اطلاع ندارید، ولی در شورای هماهنگی که ما داریم در سطح استان حدودا 60 تا مدرسه هستند. یکی از مدارسی که همیشه خوب میدرخشد و یکی از مدارسی که هم از نظر کمیت طلاب بیشتری دارد و هم از نظر کیفیت طلاب برتری دارد این مدرسه هست. لذا این مدرسه واقعا پرسنلش قابل تقدیر هستند. خدای عزوجل بهترین اجر و پاداش به این عزیزان عنایت بفرماید، مزید اخلاص، مزید همت، مزید توفیق به اینها عنایت بفرماید. و شما مردم هم، من موضوعم این نیست ولی خب به ذهنم الان آمد، شما هم این مدرسه را فراموش نکنید، همواره در حمایت های هم مادی و معنوی، هم دعا، هم مشوره و هم مادی این مدرسه را انشاءالله همیشه یاد کنید. به هر حال الله عزوجل به این عزیزان جزای خیر بده، در طول سال زحمت کشیدن و امشب من و شما نتیجه زحمات اونها را میبینیم. به هر حال عزیزان صحبت زیاد شد و علما بسیار زیبا صحبت کردن، همون صحبت ها کافی بود و بنده را که اعلام کردن میخواستم همین تقدیر و تشکر و هدف را بگم، ولی خب چون اعلام شد یکی دو تا نکته، چون بنده هم مقداری کسالت دارم، سرما خوردم، زیاد طولانی نمی کنم، این را انشاءالله خوشخبری هست برای شما و مختصر صحبت می کنم. درود شریفی بخوانید. اللهم صل علی سیدنا. عزیزان، الله عزوجل به من و شما بندگانش نعمتهای بیکرانی عنایت فرموده، الطاف و احسانات بیشماری الله بر من و شما دارد. نعمتها هم مادی هستند هم معنوی هستند. انسان سبحان الله اونطور که قرآن میگه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، انسان هر نعمتی را که بخواهد برشمارد حساب بکند انسان عاجز میماند. در هر قسمتی از این اجزاء بدن، حالا نعمتهای به اصطلاح اهل تفسیر انفسی، درونی، که داخل ما، در داخل وجود ما هستند، هر نعمتی را انسان وقتی که فکر میکنه سبحان الله تمام دنیا نمیتونه با یک نعمتی که در وجود ما هست، همین نعمت چشم. گاهی چشم من و شما در خطر قرار میگیرد، در معرض خطر قرار میگیرد، آماده هستیم هر چی داریم. خیلی از مردم را گاهی میبینیم که ماشینشون را میفروشن، منزلشون را میفروشن، باغشون را میفروشن و صرف هزینه علاجشون میکنند. جا معلوم میشه که سبحان الله الله عزوجل چقدر نعمتهای ارزشمند و گرانبهایی به ما داده که یکی از اینها از کار بیفته، چشم از کار بیفتد، گوش از کار بیفتد، همین قوه شامه‌ای که ما داریم، قوه بویایی، قوه چشایی که ما هر چیزی را میچشیم و ذائقهش را احساس میکنیم، قوه لامسه که انسان بالاخره هر چیزی را احساس میکنه، لمس میکنه، سبحان الله همه اینها بقیه دستگاه های درونی که در وجود ما هست، دستگاه گوارش هست، دستگاه کلیه هست، کبد هست، قلب هست، هر یکی یک کاری میکند. این را پزشکان میدونن که هر یکی یک دستگاه پیشرفته ای هست که یکی خون را پمپاژ میکنه، یکی تصفیه میکنه، یکی تمام بدن صادر میکنه، یکی تقسیم میکنه فضلات و غیر فضلات را. و چه الله عزوجل سیستم عجیبی در درون بدن ما. بعد بیرون را نگاه کنیم چه نعمتهایی الله تعالی به ما عنایت فرموده. قرآن مجید ذکر میفرماید این نعمتها را که فرصت نیست من اون آیات را بخوانم. الله تعالی ذکر میفرماید زمین را، آسمان را،
جنگل را، دریا را، کشتی را، خورشید را، ماه را، ستاره ها را، همه این نعمت ها اگر ما اینها را نگاه بکنیم، هر یکی سبحان الله. وفي الارض آیات للموقنین وفي انفسكم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله تعالی همه اینها را تک تک یادآوری میکند. در آسمان ها چه نعمت هایی است، در زمین چه نعمت هست، در وجود شما چه نعمت هست. همه این نعمت ها به جای خود عزیزان، من یه نعمتی را که اکثر این علما در رابطه با اون صحبت کردن، اون نعمت ایمان است، نعمت دین هست، نعمت اسلام هست، نعمت تقوا و خدا ترسی هست، نعمت قرآن هست. هر تعبیری بکنیم، قرآن هم همون دین هست. قرآن همون دین را به ما میده. قرآن همون ایمان را معرفی میکنه. لذا هیچ نعمتی با این نعمت برابری نمی کند. شما تصور بکنید، گاهی تصورش هم سخته که انسان همه نعمتهای مادی داشته باشه. به قول معروف، همونطور که قرآن در رابطه با کفار میگه، الله میفرماید دنیا ارزشی ندارد و الا به کفار من اینقدر در سوره زخرف میفرماید. سوره زخرف، اصلا زخرف معناش هست طلا. اونجا الله میفرماید که من به کفار اینقدر میدادم که خانه هایشون از طلا و نقره باشد. این پلکانشون که بالا میره اینها همه نقره‌ای و طلایی باشد. تختهایشون همه طلایی باشد. شما تصور بکنید بر اساس همین آیه قرآن مجید، اگر ما چنان زندگی داشته باشیم که ساختمان ما یه خشت طلا بشه، یه خشت نقره، تخت ما از طلا بشه، تمام امکانات مادی دنیا را ما داشته باشیم، بهترین باغها و ویلاها را داشته باشیم، زیر پای ما به جای خاک و سنگریزه زمرد و یاقوت و مرجان باشه، لولو و مرجان باشه، همه چیز داشته باشیم، اما والعیاذ بالله ایمان داشته نباشیم. همونطور که مردم اروپا به ظاهر همه چیز دارند، حرف اول را در دنیا میزنند، حق وتو هم مال اونها است، اما خبری از ایمان نیست، خبری از دین نیست. اگر ما ایمان داشته نباشیم، دین داشته نباشیم، واویلاست عزیزان، هیچی نداریم. لذا این نعمت، بنده عرض کردم، ایمان بالغیب هست. اگر قرار باشه که همه حقایق را خدا به ما در همین دنیا نشان بده، پرده را بردارد و ما واقعیت ها را ببینیم، ارزش ایمان را ببینیم، ارزش دین را ببینیم، ارزش قرآن خواندن را ببینیم، اون وقت دیگه دنیا دار امتحان نمیشه. اون وقت همه چیکار میکنند؟ همه میآیند و میگن که بالاخره تماشا اینجاست، تمام خیر اینجاست، همه مجبورن ایمان میآورند. به همین خاطر حکمت ایمان بالغیب هم همینه که الله تعالی پشت پرده را نشان نداده که باور کنیم. لذا عزیزان، نعمت ایمان بالاترین نعمت هست و نعمت اسلام بالاترین نعمت هست. من یکی دو تا مثال عرض می کنم. الله عزوجل در قرآن کریم داستانهای متعددی ذکر می کند. هدف از این داستانها داستان سرایی نیست، اینها موعظه هستند، اینها پند هستند. الله تعالی در جای داستان موسی و فرعون را ذکر می کند. داستان مفصلی هست، علما بار بار بیان کردن، در درسهای قرآن هم نشستید شنیدید. اما یک بخشی از این داستان اون جایی هست که فرعون برای شکست موسی تعدادی جادوگر میاره. وقتی که جادوگرها را با مشوره درباریان خودش جمع کرد و آورد، قرآن به صورت خلاصه یک تصویری از این جادوگران به ما نشان میده قبل از ایمان. تازه میان ایمان ندارند، اما ببینید هم و غمشون چیه، فکر ذکرشون چیه، هدفشون چیه، مطمع نظرشون چیه، بالاترین آرزو و تمنایشون چیه. چون که از نعمت ایمان محرومند
وقتی که تازه میآیند به فرعون میگویند ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. ای فرعون، اگر ما غالب شدیم، اگر ما پیروز میدان شدیم، آیا به ما اجر میرسه؟ به ما پول میرسه؟ درهم و دیناری هست؟ فرعون میگه خاطرتون جمع باشه. قال انکم اذا لمن المقربین. شما نه اینکه به شما پاداش میدم، نه اینکه به شما پول میدم، شما جز مقربین دربار ما میشه. جز مقربین دربار. اینا خوش میشن، میرند به میدان. این ببینید هدف، بالاترین هدف و بالاترین تمنا اینه که به پول برسند. ایمانشون را هم قرآن ذکر میکنه. قالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون. قسم به عزت فرعون. حالا خدای اونها فرعون هست و سوگند به عزت و جلال و بزرگی فرعون میخورند. به عزت فرعون انا لنحن الغالبون. بالاخره آمدن، مسابقه برگزار شد. عصای موسی که یک واقعیتی بود، یک نصرتی و یک کرامتی از سوی پروردگار بود، همه ریسمانهای اونها و عصاهای اونها و اژدهاهای مصنوعی و مسحور اونها را بلعید و از بین برد. اینها شکست خوردن. اما وقتی که شکست خوردن، خب اینها تعصب به خرج ندادن، ضد نکردن، مثل بعضی دیگر که وقتی که واقعیت را میبینن میگن این سحر، این جادوه. خیلی ها معجزات رسول الله را دیدن، مثل ولید ابن مغیره، مثل ابو جهل، مثل ابو لهب، گفتن که ان هذا لسحر مبین، این جادوی آشکاری هست. بالاخره اینها که شکست خوردند ایمان آوردن. حالا علما اینجا حضور دارن، چه چیزی باعث ایمان آوردنشون بود؟ مفسرین چیزهای مختلفن. بعضی میگن که این احترامی که اینها به موسی گذاشتند، آمدند با وجود اینکه بالاخره در مقابل موسی بودند، اما به موسی احترام گذاشتند، به موسی را تعارف کردند. گفتند که یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقی. شما اول عصایت را میندازی یا ما؟ همین احترام را که به موسی گذاشتن، بعضی میگن همین ادب، گاهی ادب بالاخره یک به ظاهر یک حرکتی کوچیکی هست، اما الله عزوجل را چنان الله راضی میشه از این حرکت مؤدبانه که هدایتی نصیبشون میکنه. حالا بعضی چیزهای دیگر نوشتن، بعضی گفتن چون اینها جادوگر بودن حقیقت میدونستن، حقیقت جادو را هم میدانستن و متوجه شدن نه این عصای موسی جادو نیست. بالاخره ایمان آوردن. به محض اینکه اینها متوجه شدن، قرآن میگه فالقی السحرة ساجدین قالوا آمنا برب العالمین رب موسی و هارون. همه به سجده افتادن و گفتن ما ایمان آوردیم به رب العالمین. حالا ببینید قبلا اینها مطمع نظرشون پول بود، درهم و دینار بود، تقرب فرعون بود، اما الان هنوز به کلاس موسی ننشستن، هنوز در جلسه اصلاحی این پیغمبر خدا ننشستن، اما همین که گفتند آمنا برب العالمین، الله عزوجل درون را عوض کرد. الله عزوجل انقلاب آورد، چنان انقلاب آورد که گویی این انسانها یک ساعت پیش نیستن، اونا کسانی دیگه بودن، اینها کسانی دیگه هستن. حالا نه برای پول پروا داره، نه برای اصلا زندگیش پروا داره. فرعون اونا را تهدید میکنه که میگه من شما را آویزان میکنم، دست و پای شما را قطع میکنم، لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ولأصلبنکم اجمعین. من دست و پای شما را قطع میکنم، شما را اینجا آویزان میکنم. قالوا لا ضیر، پروایی نیست، انا الى ربنا منقلبون، ما پیش رب واقعیمون میریم، به محضر الله عزوجل میریم. در آیه دیگه هست انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا. حالا هدف والا چیه؟ فقط رب راضی بشه.
ما طمع داریم که رب ما را ببخشد، همین بس ما هست، ما را بکش. فرعون همین کار را کرد. بالاخره ببین عزیزان چه چیزی بود که این نظر را تغییر داد، چه چیزی بود که این انقلاب درونی را ایجاد کرد، چه چیزی بود که اینها را از اون عرض کنم که اون نیت اول، اون هدف، اون تمنا، اون آرزو، به این آرزویی که ورای این دنیا را دیدند، این ایمان بود. واقعا ایمان وقتی که اون جرقه واقعی ایمان در دل بزند، انسان منقلب میشه، انسان دگرگون میشه. زندگی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم را بارها مذاکره کردیم که ابتدا وقتی که رسول الله بودند، اونها از نظر اخلاقی، از نظر ایمانی، از نظر عرض کنم که اجتماعی، از نظر ترحم، از نظر حب و بغض، از هر نظر چه بودند، چه اوصافی داشتند. بنده به تعبیر مولانا ندوی رحمت الله علیه همیشه عرض میکنم که دور اونها، دور همین صحابه قبل از بعثت رسول الله به چه دوری یاد میشد؟ دور جاهلیت. دور جاهلیت دور همین صحابه است قبل از بعثت. اما بعد از اینکه بعثت رسول الله شد، اینها ایمان آوردند. حالا ما از اون دور به خیر القرون یاد میکنیم، بهترین دور، بهترین زمان، زمان طلایی اسلام. ما هر چی که آیه میخوانیم مصداقش را از اون زمان بیان میکنیم، ما هر چی که چیز خوبی بیان میکنیم مثالش را از اونها بیان میکنیم. مثال ایمان، مثال رشادت، مثال ایثار، مثال از خودگذشتگی، مثال توحید، یکتاپرستی. اینها منهای بودند که به تعبیر بعضی از اهل تفسیر قبلا هر چیزی را خدای خودشون قرار میدادند. من همیشه عرض میکنم مشرکین بت پرست نبودند، البته اصل تعبیر از استاد ما رحمت الله علیه است. تنها اینا بت پرست نبودند، اینها همه چیز پرست بودند. هر چیزی را پرستش میکردند، هر مظهری را پرستش میکردند. ستاره را میدیدند پرستش میکردند، خورشید را میدیدند پرستش میکردند، و عرض کنم بتی را میدیدند پرستش میکردند، جنات را پرستش میکردند، فرشتگان را پرستش میکردند، بندگان خوب خدا را پرستش میکردند. این بتهایی که درست کرده بودند، بت ابراهیم هم در میان این بتها بود، بت اسماعیل هم بود، بت هبل حابیل اون فرزند شهید حضرت آدم هم بود. این کسانی که در قرآن از اونها یاد شده، ود و سواع و یغوث و یعوق و نصر، که قوم نوح عبادت میکردن، اینها صالحین بودن، بت اینها را هم درست کرده بودن. یک سری افراد دیگه که اونها به گمان خودشون اونها را صالح میدانستند، بت همه اینها را درست میکردن. لذا انسان پرست بودن، جن پرست بودن، فرشته پرست بودن، خورشید پرست بودن، ستاره پرست بودن، چوب پرست بودن. حتی گاهی حلوایی درست میکردن و میخواستن به مسیر بروند، این حلوا را به شکل بت درست میکردن. و چون که در مسیر در سفر بتی با اونها همراه نبود، همین حلوا را، همین بتی که با دست خودشون درست کردن، اینو تعظیم میکردن، از او حاجت میخواستن. بعد از چند مرحله سفر گرسنه میشدن، همون رو میخوردن. اینقدر جهل بود، اینقدر نادانی بود، اینقدر بیچارگی و فلاکت بود. اما عزیزان ایمان که آمد، سبحان الله، ایمان که آمد از کجا به کجا رسیدن. امروز بهترین دور طلایی انسان ها، نه تنها اسلام، حتی غربی ها هم اعتراف دارند. حتی عرض کنم که جواهرلال نهرو هندو هم اعتراف دارد که بهترین دور از نظر حکومتی دور ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی الله عنه است. لذا اینها چنان از خود نمونه و الگو به جا گذاشتند از هر جهت. لذا اینها را چه چیزی اینها را اینقدر ساخت؟ چه چیزی اینها را اینقدر عرض کنم برجسته کرد که یکی صدیق اکبر شد، یکی فاروق اعظم شد، یکی عثمان ذی‌النورین شد، یکی حیدر کرار شد، یکی امین هذه الامه ابو عبیده،
یکی عرض کنم که اسدالله الغالب، یکی سیف الله، هر یکی از صحابه، یکی ترجمان القرآن، یکی رئیس المفسرین، یکی فقیه هذه الامه، تمام این بزرگان از همین صحابه بودن که دور قبلشون. اینها را چی چیزی برجسته کرد عزیزان؟ همین ایمان و همین قرآن. و كذلك اوحینا الیک. من یک آیه خواندم، همین آیه را ترجمه میکنم، خوب دقت بکنید. من همیشه اصرارم بر اینه که عزیزان هم خاص و عام به تعبیراتی که الله در رابطه با قرآن میکنه، الله عزوجل حساب شده قرآن را ذکر میکنه و تعریف میکنه. الله تعالی چندین نام برای قرآن ذکر میکنه. در این آیه که من تلاوت کردم 2 نام ذکر میکنه الله برای قرآن. و كذلك اوحینا الیک روحا من امرنا. ای محمد صلی الله علیه و سلم، ما به شما وحی کردیم روحی از جانب ما. روح، قرآن یک نامش روح است. چرا به قرآن روح میگویند؟ در چند جای قرآن مجید واژه روح آمده، به این دلیل که همونطور که روح سبب حیات میشه، یک کالبد مرده هست بدون روح، وقتی که روح درونش میاد زنده میشه. تا زمانی که قرآن در جامعه ما نباشد، در وجود ما نباشد، در خانواده ما نباشد، در عرض کنم محیط و ماحول ما نباشد، ما جامعه مرده ای داریم. بدون قرآن، بدون تعلیم قرآن ما مرده هستیم. الله تعالی میفرماید او من کان میتا فاحییناه. اون انسانی که مرده بود ما زندهش کردیم. چطور زندهش کردی یا رب؟ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس. نوری بهش دادیم. نور همین قرآنه. لقب دومی که در همین آیه هم آمده، در این آیه هم آمده، کلمه نور هست. الله عزوجل این قرآن را هم روح میفرماید، هم نور میفرماید. اینا معنادار است، اینا قابل تعمقه. الله تعالی جای جای قرآن به ما دستور میده که چرا شما به قرآن فکر نمی کنی؟ افلا یتدبرون القرآن؟ چرا به قرآن تدبر ندارن این مردم؟ لذا الله تعالی میفرماید كذلك اوحینا الیک روحا من امرنا. روحی ما بهت دادیم که این روح شما را زنده کرد. یه جامعه مرده بودید، یه جامعه بیجانی بودید، الله عزوجل به وسیله این قرآن شما را زنده کرد. لذا عزیزان حیات ما هم با همین قرآن است. حیات ما حیات ایمانی هست، حیات دینی هست. بدون این قرآن ما حیاتی نخواهیم داشت. ما كنت تدری ما الكتاب ولا الایمان. الله میفرماید ای محمد صلی الله علیه و سلم، قبلا نمیدانستی که کتاب چیه، ایمان چیه. ما كنت تدری ما الكتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا. این تعبیر دوم، ولكن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. اما این قرآن را ما نوری قرار دادیم، نوری که به وسیله این بندگانی که ما بخواهیم در وجود اونها تعصب نباشه، در وجود اونها عناد نباشه، در وجود اونها منیت نباشه، تکبر و تجبر نباشه. خیلی ها هستن که واقعیت را میدونند، خیلی هستن متوجه هستن چی به چیه، آیات قرآن را، ترجمه آیات قرآن را میدونند، اما تعصب نمیگذارند. لذا الله میفرماید که ولكن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. این نوری که هر یکی از بندگان ما که ما بخواهیم اونها را هدایت میکنیم. لذا عزیزان تعبیر دوم نوره. خوب توجه بفرمایید. تا زمانی که این قرآن در میان ما باشد، نور با ما همراه است. در مسجد باشد، مسجد نورانیه. در خانه باشد، خانه نورانیه. در قلب فرزند باشد، قلب فرزند نورانیه. در محیط خانواده ما باشد، در بازار باشد، در زندگی باشد، در شهر باشد، در روستا باشد، همه اینها نورانی هستند. نور خاصیتش چیه؟ یکی اینکه روشنی میبخشه، یکی اینکه حرارت میده. حرارت ایمان و روشنی راه. و انک لتهدی من تشاء و انک لتهدی الى صراط مستقیم. ادامه همین آیه است. به وسیله این نور چیکار میکنی ای محمد صلی الله علیه وسلم؟
به صراط مستقیم راهنمایی میکنی. صراط مستقیم صراط کیه؟ راه کیه؟ صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. سبحان الله، راه اون ذاتی که تمام زمین و آسمان در تصرف و اختیار او هست. لذا سروران چنان نعمتی خدای عزوجل به ما داده. و الان آخر نتیجه گیری، این نور در واقع به ما چی میبخشه؟ و این روح ایمان و اسلام بدون علم نمی آید. علم و اسلام با هم دیگه چی هستند؟ لازم و ملزوم هستند. اصلا اسلام بدون علم ممکن نیست. اولین پیام اسلام چیه؟ اولین آیه شما بفرمایید، اولین آیه‌ای که بعد از چندین قرن از زمان سیدنا عیسی تا زمان رسول الله چندین قرن وحی درش بسته بود، در وحی که باز شد اولین کلمات جبرائیل چیه؟ که بلده؟ اقرأ معنیش اینه که این دین و اسلام فقط و فقط با علم همراه هست. اگر علم نباشه اسلام نیست. اگر علم نباشه دینی وجود نداره. اگر علم نباشه ایمانی نخواهیم داشت. اصلا اسلام، علم بدون اسلام نمیشه، اسلام بدون علم نمیشه. حالا وقت نیست من نمونه بگم. اگر علمی باشد و بدون اسلام، اون علمی هست که علم فیزیک و شیمی هست. گرچه نمیخوام علمی را مذمت بکنم، اما تبدیل به بمب اتم میشه و بر انسانها ریخته میشه. تا به حال عرض کنم که هیروشیما و کجا هست؟ شهرهای ژاپن، تا به حال مردم دارن رنج میبرن. اون هم بر اساس بسبب علمه. اما علمی که بدون ایمانه، علمی که بدون اسلامه، علمی که از علم خدا فاصله داره. لذا علمی که بدون چی باشد؟ علمی که بدون اسلام باشه برای انسانها بدبختی میاره. و اسلامی که بدون علم باشد، اون اسلام خرافاتیه. همون اسلامی که جلوی هر کسی مگر مشرکین مکه خودشون را اهل ایمان نمیدانستن، اهل دین نمیدانستن. قرآن مگه به اونها نگفت لکم دینکم ولی دین؟ خب اینا دین داشتن. اونها میگفتن ما خانه کعبه را ما طواف میکنیم. اینقدر اعتقاد داشتن، میگفتن این لباسی که در این لباس گناه کردیم نباید به تن ما باشه، لخت طواف میکنیم. این همون ایمان بدون علمه، همون دین بدون علم است. اونها به مردم خدمت میکردن، مهمان نوازی میکردن، صدقه و خیرات میدادن، اما صدقه و خیراتشون را هم برای خدا میدادن هم برای غیر خدا میدادن. قرآن از اینها زیاد بیان فرموده. منظور اینه که عزیزان وقتی که اسلام بدون علم باشه تبدیل میشه به تاریکی، به خرافات، به شرک. و همچنین علم بدون اسلام باشه تبدیل میشه به ناهنجاری و بدبختی ها. بنابراین اگر ما میخواهیم هم ایمان و هم اسلام و هم دین واقعی داشته باشیم، باید علم در میان ما باشد. و سلسله علم به وسیله همین مدارس که حافظ صاحب و حافظ شبیر صاحب اشاره کردن، الان این مدارس مورد هجمه هستند. این مدارس بعضی ها سعی میکنه این مدارس را تضعیف بکنند، بعضی ها سعی میکنه این مدارس بی رونق بشه. ولی ما معتقدیم، ما ایمان داریم به ربمون. رب چی میفرماید؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این را همیشه میخوانیم. امشب یک مقدار بازش میکنم. الله میفرماید این قرآن را ما نازل کردیم و قرآن را ما محافظت میکنیم. منظور از قرآن فقط الفاظ قرآن که نیستند، فقط قرائت و تجوید که نیست، اینها در رأس هستند. اما مراد از قرآن با تمام علومش، تجوید قرآن و معانی قرآن، تفسیر قرآن، علوم قرآن، تمام علوم عالی و عالی، همه اینها مراد هستند. الله از اینها حفاظت میکنه. الله تعالی این وعده را با قرآن فقط فرموده، با تورات و با بقیه کتابان نفرموده.
بقیه کتابها را الله تعالی تورات را به بنی اسرائیل گفت خودتون محافظت بکنید، شما ضامن حفاظت هستید. انا انزلنا التورات فیها هدى و نور، ما تورات را نازل کردیم، در تورات هم هدایت و نور بود. یحکم بها النبیون الذین اسلموا، تمام انبیایی که تسلیم بودند و ایمان اولی داشتند، اونها با همین تورات چیکار میکردن؟ حکم صادر میکردن. چون بعد از موسی علیه السلام بر اساس گفته علما حداقل 4000 پیغمبر آمده. یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین هادوا والربانیون والاحبار. الله میفرماید همچنین ربانیون یعنی دراویششون و علمایشون، همه اینها را الله تعالی میفرماید به وسیله تورات اینها حکم میراندند بما استحفظوا من کتاب الله. معنیش اینه که خداوند اونها را ضامن حفظ کتاب خدا کرده. گفته بود شما باید این کتاب خدا را حفظ کنید، اما متاسفانه و بیچاره‌ها حفظ نکردند. اونها چه کار کردند؟ تغییر دادند. اونها مطابق هوای نفس خودشون در آوردند، مطابق خواهشات در آوردند. اما چون که بعد از اون کتاب دیگه کتاب بود، بعد از تورات انجیلی بود، بعد از زبور کتاب بود، بعد از صحیفه های آدم، صحیفه های ابراهیم، صحیفه های موسی دیگه پیغمبران بود، سلسله وحی ادامه داشت. الله عزوجل تضمین نکرده بود که اونها را حفظ بکنه. اما چون بعد از محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه پیغمبر نمیاد، اینو الله عزوجل خودش ضمانت فرموده و انا له لحافظون. لذا قرآن را با تمام علوم قرآن ما محافظت میکنیم، ما ازش محافظت میکنیم. الله چطور محافظت میکنه؟ علیاذ بالله الله تعالی خودش نمیاد در ملأ عام که از قرآن حفاظت کنه. الله عزوجل بندگان خالص و مخلصی را انتخاب میکنند. الله عزوجل انسانهایی که خودشون را وقف دین میکنند، وقف قرآن میکنند، وقف علم میکنند، وقف نشر قرآن میکنند، الله عزوجل انتخاب میکنند. اینها کار میکنند، برایشون مشکلات هست، برای بهتر از اینها هم بوده، برای انبیا نبوده، مگر برای علما و اسلاف ربانی ما نبوده؟ قطعا بوده. برای اینها هم مشکلات هست، برای اینها هم موانع هست، ولی الله عزوجل فرموده و انا له لحافظون. لذا این مسیر را رب حفاظت میکنه. اگر دنیا، شما قبلا شنیدید که امریکا و اروپا و همه تمرکز کردن روی مدارس دینی، مدارس هندوستان، مدارس پاکستان. بیایید این مدارس را زیر نظر دولت ها باشد. هر چی که ما میگیم، این تعلیماتی که هیجان می آورد، این تعلیماتی که جوانان را وادار به جهاد میکنه، شهامت توشون پیدا میکنه. حتی یه زمانی ما شنیدیم که در بعضی از کشورهای اسلامی مثل امارات به ائمه توصیه کرده بودند که آیات جهاد را در نماز نخوانید. آیاتی که بالاخره اون آیات هیجان برانگیز نباشید بخوانید. یعنی اینقدر اینها از قرآن میترسند، ده بار سعی کردن یک قرآن بدل قرآن نشان بدن، ولی الله عزوجل تضمین فرموده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. لذا مردم، علما، طلاب، الله حفاظت میکنه، ولی هر کس از شما خودش را تقدیم بکند که خدا از ما کار بگیر، خدا از او کار میگیره. الله به وسیله شما حفاظت میکنه، الله به وسیله همین علما حفاظت میکنه، الله به وسیله مردم حفاظت میکنه. لذا اگر الان نگذاره از جاهای دیگه طلاب بیاد، شما همونطور که حافظ صاحب فرمود هر خانه حداقل از 4 فرزندتون 2 تا را بفرستید، یکی را بفرستید، فرزندان پسر و دختر بفرستید که بالاخره علم بخوانند، قرآن بخوانند، این نور را منتقل بکنند، به خانه های شما بیاورند، این نور را نشر بکنند، به شهرها نشر بکنند، در قلوب انسان ها نشر بکنند. این وظیفه ای هست. اگر ما بالاخره خودمون را تقدیم کردیم و از الله عزوجل خواستیم که ربا این کار را خودت میکنی، ولی ما را لایقش قرار بده، ما را
مستعدش قرار بده. ما آمادگی داریم. اگر استعداد نیست استعداد تو بده، اگر لیاقت نیست لیاقت. اون وقت الله عزوجل از جان شما، از مال شما، از فرزند شما، از اولاد شما، از همه نعمتهایی که به شما داده در راستای نشر دین خودش کار میگیرد. لذا خلاصه صحبتم اینه که اگر میخواهیم این دین، این ایمان، این اسلام بقای داشته باشد، اگر میخوایم به نسلهای آینده بعد از ما بماند و برای ما صدقه جاری باشه، از امشب عهد کنید با خدایتون که ربا هر چی که در توان من باشد در راه نشر دین، چه به وسیله فرزندم، چه به وسیله نوام، چه به وسیله مالم، من در راه نشر دین هیچ کوتاهی دریغ نمی کنم. برای این انشاءالله همه آمادگی دارید. الله عز وجل به من و شما توفیق عمل عنایت بفرماید. رب سبحانه و تعالی این تحمل شما را، این صبر شما را به بارگاه خودش قبول بفرماید و اون چی که خدای عز وجل از این نوع جلسات بهترین چیزهایی که به بندگان خودش میده به شما عنایت بفرماید و خدای تعالی این جلسه را سبب رشد و ترقی این مدرسه و بقیه مدارس بگرداند. از همه علما زحمت کشان که اینجا زحمت کشیدن خداوند قبول بفرماید. بیشتر از این مصدق نمیشم، مقدار طولانی شد. اقول قولی هذا و استغفر الله و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. تقسیم جوایز چیزی